Sena okçuyu karıştırması makale. Uturamada gayet otobadaka. درود 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 بر مسافران سیاره زمین. آریان جون تانکیو، سپاسگزارم. روحایی که افتخار دادن در این دوره بر روی سیاره زمین حضور پیدا کنند. به به بابا، به به بابا، به به. اومدی روی سیاره زمین حالشو ببری. چه خطرها؟ خطر میکنید یا خطر نمیکنید؟ احتیاط پیشه میگیرید و آنان که احتیاط را پیشه میگیرند، ایمان تانکیو، آنان دگر هتس گوزپیچ خواهند شد. آنان که خطر میکنند، آنها حالشو میبرن اینجا رو سیاره زمین. موقعی دگر هتس. ما چه خبرها؟ باشه، چسب. هلو درود، صدا منو دارید؟ قضیه 16 شهریور. ببین عزیز من، اگه تو شهریور و مهر و آبان و آذر و دی و بهمن و تو ساعت و زمان گیر میکنی، شما انسان آلوده‌ای هستی، خوابی، مسموم شدی عزیز من. بعد به بیداری برسی. میگه پیش من جز چی نگو. عشق و شعر و چیزهای خوش و این چیزها تزدگر هست. آن تزدگر بعدن آیم در گوشت گویم. خب کیا بیدارن کیا خوابن؟ البته آنهایی که اینجا هستن یا بیدارن یا در مسیر بیداری هستن. پروانه تانکیو، سپاسگزاریم. زیبات زودتر پرپولتر بشه و پولها خیلی زیاد بشه برات حال کنی دیگه. از پولهایت به ما هم بدهیم، ما هم حال کنیم. جیب من و جیب شما نداره دیگه. شیوا جان تانکیو، شما هم همچنین. درود یاشاسین تبریز، حالین احوالین نجسیز یاقسیز تبریزلر. آفرین که بیداری. درود بر شما. درود خداوند پروردگار بر شما باد. سوالی چیزی دارید اینجا بپرسید و اینکه ما در خدمت شما هستیم. جسم علیلی داریم، نمیدانیم تا که اینجا بر روی سیاره زمین هستیم و دیگر چی شد؟ قطع شد. کامنتو استاپ شده، نمیدونم لایو قطع شده. قبل از اینم یه لایو اومدیم همچین اتفاقی افتاد. حالا یکم صبر کنم ببینم ما رو دارین یا ما رو ندارین. داستان تست. جوان هستی ما رو بس کن دیگه، با ما این کارا نکن. کار داریم باور.
بندگان خداوند. کامنت ها استوب شده، یکم صبر کنیم ببینم کانکتیم یا کانکت نیستیم. Connection. Hey, AI. What the fuck are you doing, man? Comment us. Correct us. شبا کامنتاتون رو بچه من نمیبینم، یه لحظه دارم صبر میکنم کامنت ها بیاد بالا ببینم داستان چست. آیا داستان چیز دیگری هست؟ بریم این بری ببینیم. شت یعنی چی مگه داریم همچین لایو برقرار، صداتون و تصویر رو داریم. درود بر شما از اینجا به سمت رشت. بچه های رشت پرچمشون بالاست. حالا صدای ما رو دارید ولی کامنت ها رو ندارید. و اینکه میخواستیم در مورد یک چیزهایی صحبت کنیم و در مورد آن چیزهای دیگری بگوییم که آیا گویند که در اینجا ما میتوانیم در مورد آن چیزها صحبت کنیم یا در مورد آن چیزها صحبت نکنیم. دوست عزیزمون به ما الان پیام بده که ما صدای ما رو الان دارید در این لحظه یا ندارید، چون اینجا کامنت های من استوب شده و من کامنت ها رو نمیبینم. خاک تو سر این هوش مصنوعی کنم که انسان ها رو اینجا به بردگی کشیده دیگه. و دیگر هست اینجا هم لوکیشن بنده هست و کیا داشتن فکر میکردن، کیا درگیر افکار هستن. فکر میکنی؟ تو که نمیتونی فکر کنی. آیا انسان میتواند فکر کند یا انسان نمیتواند فکر کند؟ آیا فکرها بر انسان غلبه میکنند؟ بله، فکرها بر انسانهای خواب غلبه میکنند و کانشان را پاره میکنند. بله بله. چیکار کنیم؟ ما الان اینجا قفل شده، من نمیتونم کامنتاتون رو ببینم. آخه این چه وضعیه؟ یکی رو بیاریم بالا. بذار ببینیم یکی رو میتونیم بیاریم بالا یا میتوانیم یا نمیتوانیم. گل گلدون من، محیون من. چه باید کنم من؟ عجبا چه داستانی شده. زدیم یکی بیاد بالا، نمیتونه بیاد بالا ظاهرا. برو دیگه برو. دو بیام یعنی چه کنیم ما با این دل رسوا اینجا بر روی سیاره زمین، سیاره پیچیده ای از سیاره زمین. و اینکه اگه بپیچه تو نپیچی، اگه تو بپیچی اون نپیچه، اگه اون بپیچه تو نپیچی، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ظاهرا یه نفر داره میاد بالا. به به به. هلو سلام، هلو. خوبی؟ عالی هم من. چطوری؟ خوبی شما؟ خوب. شما چطوری؟ ما خوبی؟ عالی. چه خبر؟ سلامتی؟ پیشیمه. پیشی گندمم. حامی؟ گندم. گندمم. لالا کرده پیچم. خوبی حامی جان؟ ممنون. شما خوبی؟ چه خبره؟ بیداری یا خوابی؟ اینو بگو ببینم. من بیدارم دیگه الان. منظورش کجای اینه. داستانی؟ من گفتم بیداری دیشب داری. سفینه پیدا کردم. چی دیشب پیدا کلا کردی؟ رو سفینه پیدا کردم. آه. سفینه پیدا کردم دیشب اصلا نیومد، نبودم. 5 صبح اوکی. بیدار شدم، داشتم 5 میشد، بلند شدم دیدم من سر جام نیستم. بعد زده بودن اوکی. چشم لوکیشنی؟ انقدر من تهرانم.
کجا سیاره تهرانی؟ خب سیاره کی زنی. رفتی کی اومدی؟ من نمیدونم، شب خوابم باش، هر شب با لایوهای شما میخوابم. خب بعد دیدم که بالا خب بیدار شدم، دیدم هنسفیری از گوشم در اومده، گفتم وای این باز از گوش من در اومد. بعد دیدم که این چیزم در اومد، این هدست هم در اومد از اینجا. اصلا کلا یهو نگاه کردم من تو جام نیستم اصلا. به خودم اومدم گفتم آخ جون پرواز رو. عالی بود. دوست اوکی، دارم همه چی خیلی. خوبه دیگه. چند عالی وقتی بیدار بیخیال. شدی؟ من 5 ساله با شما هم، نمیدونم دیگه هیچی برام مهم نیست. با آفرین حیوونا حال آفرین. کنم. 5 سال آره دنبال آره. 3 بارم آنفالوتون کردم. نمیفهمیدم چی میگی. چرا؟ نمیفهمیدم چی میگی. آها، این نکته مهمه. اوکی. آره اصلا نمیفهمیدم، گفتم اصلا نمیفهمم چی میگه. 3 بار آنفالو کردم پیج 1 و 2 رو. دیگه دفعه اوکی. سوم گفتم میگم بارش میشه من چی سوار بدم میگه. بهش؟ لیلی منو نشون میده یه سوار بدم؟ آره سوار اینجوری. سفینه. جان میگه بعدش دیگه سوار سفینه شدی دیگه. سوار دیشب سوار شدم. انقدر دیشب. ذوق دارم فقط بخوابم روی این سفینه برم. وای چه جالب لیلی تو اومدی. آره خوبه دیگه. اولین بار سوار شدی؟ اولین بارمه. خیلی اوکی. دوست داشتم. خیلی دوست داشتم. خیلی ممنونم ازتون. عشق منی، خوبه، عالی، خدا رو شکر. تمام. خیلی منو نشون عالیم. نمیده بهش آبجیم سلام اینجا بده. نشسته، میشه بهش سلام بدین؟ سلام سلام عشقم. سلام، درود، خوبی؟ عشق منی. مرسی شما خوبی؟ گفتم عاشقتونم. خیلی ما مرسی دوتایی عزیزم. ما دوتا هم کلاساتونی. فرکانس، به چقدر خوبه، دوتا هم خواهر هم قبیله. قبیله من آره. خواهر اول ندارم دیگه، ولی کلا آها خواهرای خواهرای قربون شما. سیاره ای فداتون بشم. وقتتون رو نگیریم. اوکی، خوشحال عاشقتم. شدم. مراقب خودتون منم باشی. همینطور. فایزه. چشم قربونت. خداحافظ. خدافظ. خدا. خدافظ. چجوری رد کنم؟ خب مثل که کامنت یکی اومد بالا، ولی بچه ها در کنار کار و درس زندگی هم میشه بیدار شد. 100%. تو اصلا داری کار میکنی، داری درس میخونی، داری زندگی میکنی که بیدار شی دیگه. برای چی داری کار میکنی؟ برای چی داری درس میخونی؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ کل داستان اینه که تو به بیداری برسی دیگه. همه اتفاقا، همه داستانا دارن به تو کمک میکنن تو به بیداری برسی. حالا یا بیدار میشی الان، یا بعدا الان دوباره بیدار میشی. فرقی نمیکنه. شما نامحدود هستید دیگه، بی نهایتی. شما خود خداوند هستی. هرچی پیش آید خوش آید. دگر هت من اینکه رفته باشی تو فرکانس های پایین و داستاندار شده باشی و در آن داستان ها داستان های دیگری اتفاق خواهد افتاد که در این اتفاق ها هم زمانی که باید اتفاق میفتن اتفاق میفته دیگه. دست ما نیست، دست اوسکریم است. اوسکریم کیست؟ اوسکریم اینجا کیست؟ اینجا نقطه میشه سر خط. چه سلام. هوایی. به به، درود بر این چطورین باقی شما؟ خوبین؟ ورزشکار. قربونه شما خوبی؟ خوبین؟ قربونتون، چه شبتون خبر؟ بخیر. خبرهای خوب، عالی. یعنی من هر وقت میام تو لایو شما انرژی میدم، میگم من الان اکسپت میشم. واقعا اکسپت میکنه. این دومین باره. اوکی، چقدر خوبی؟ یه جفت بازو بگیر ببینیم. دبل بایسپس. او به به، ماشاءالله، به به. خب بیا پایین ببین دیگه، ولی چشم نزن دیگه. چشمای کور هستن یا حسود هستن آقایونی که بازو ندارن ممکنه. عزیزم شما حامد جان خوبی؟ چه محبت دارید، من خبر؟ ارادت دارم بهتون. سلامتی همچنان. اه، در ارتباط با طبیعت و سعی میکنم بیدار بشم. یعنی بیدار شدم، یه چند سالی هست که تو لحظه هستم. خیلی حس و حال خوبی رو تجربه میکنم واقعا. کجای شما سیاره رو دنبال هستی؟ تهرانم. اوکی پرچم تهران آره بالاست.
ای تهران. آره تهرانم. در رابطه با شما بگم پیجتون رو که فالو کرده بودم، واقعا فکرم یه 2 سال پیش بود، متوجه حرفاتون می شدم، ولی خب اون ریلکسی و راحتیتون که منطقه خونتون رو عوض کردین خیلی بهش خب فکر میکنم، ولی دیگه دنبال نکردم. ولی نمیدونم چه انرژی منو کشید سمت شما که الان مدت هاست دوباره دنبال میکنم و اصلا خیلی لذت میبرم واقعا. اوکی، خب خدا رو شکر. همه چی خوبه؟ خدا رو شکر همه چی عالی عالی، در کنار همه چی هرس دیگه نمیخورم، هیچی برام مهم نیست. انرژیم واقعا بالا رفته، خیلی تو طبیعت هستم، همون کاری که شما همیشه پیشنهاد میدید. طبیعت یعنی یه جوری منو ساعت 6 بعد از ظهر و 5 صبح صدا میزنه که بیدارم دیگه، میرم قشنگ ارتباط با مادر زمین و لذت میبرم، واقعا کیف میکنم. اوکی، چقدر خوب. چند وقتی بیدار شدی؟ والا من یه 7 8 سالی هست که تمرکز میکردم و کار میکردم، منتها استرس ها و حواشی خیلی اذیت هم میکرد، باید فکر درسته. میکردم مثلا الان اینا رو باید چیکار کنم. ولی یه آرامش، یه سکوت ذهن الان میتونم بگم بعد از این 7 8 سال 2 3 ماهه که انقدر ریلکس شدم، یعنی اصلا دنبال چیزی نیستم. این جمله همیشه تو گوش منه که دنبال اینید آقای طلاق قیمتش چنده، آقای دلار چقدر بالا. حالم عالیه، این حس و حالو تقسیم میکنم با همه واقعا. سکوت اوکی. ذهن یعنی همه چی هست ولی یه قدرتی درون من بیداره که میگه ریلکس دیگه مامی جان، ریلکس، پذیرش بالا. بله. یه ترس نهانی تو خودم با یه مدیتیشن پیدا کردم. این ترس نهان رو از وقتی که مدیتیشن کردم روش کار کردم، اصلا ترسه داره کمرنگ شد، محو شد. رو سایه هام که کمرنگ کار شد میکنم ولی هست هنوز. هست، بله هست. اوکی. اصلا یه دفعه ناخودآگاه دارم کارامو میکنم اینم اومد، آگاه ببین میشم به من از پیام جسمم میام بده، بیرون. بعدا من میدونم الان این چیه، بهت راهنمایی کنم بعدا. آره حتما، قربونتون برم، اوکی، دوست حتما داشتی. حتما، خیلی دوستتون دارم واقعا. اوکی، خوشحال شدم دیگه. عزیزین شما، مراقب خود. قربونتون، خواهش میکنم، فداتون بشم، بزنی همین شبتون بخیر. مسیر رو برو دیگه. چشم حتما بهتون پیام میدم، حتما. یادم عضلاتتو نشون ندی دیگه اینجا. میدونی که به به، آفرین، ماشاءالله، به 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 به. ایشالله بتونم موفق مسابقات باشی شرکت عزیزم. کنم. قربونتون، شبتون خورم. قربونت، خدا. خدا. خب حالا یه دونه آقا رو بیاریم بالا. آقا بود قبل از ایشون یا خانوم بود یادم نیست. مغزه دیگه تعطیل شده، نمیدونیم الان مثلا الان در چه حالی هستیم، در کجا هستیم، در عالم حقلوت الملکوت جسم علیلی داریم و در اینجا معلوم نیست تا کی بر روی سیاسیم و نیستیم و دیگر هیچ. یک آقا رو زدیم بیاد بالا. آقایان انگار داستان دارن نمیتونن بیان بالا، فقط بانوان میتوانن بیان بالا. داستان چست؟ خیلی پیچیده است. دوتا آقا رو زدن نتوانستن بیان بالا، ولی بانوان به راحتی میان بالا. چرا بانوان میتوانن به راحتی بیان بالا؟ چون عصر اکواریوس عصر انرژی است و با انرژی زنانت آشنا بشی، انرژی زنانت رو فعال کنی و از آنجا به سمت بالا، به سمت ملکوت حرکت کنی دیگه. وگرنه در انرژی مردانه میمانی و در آنجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ گوسپیچ خواهی شد اگه در انرژی مردانه بمانی. انرژی مردانه چیست؟ انرژی مردانه چند هزار ساله اینجا داستان داشته. ما انرژی مردانه قد شده، وارد انرژی زنانه شدیم. انرژی زنانه بیشتر به فرکانس عشق نزدیکتر هست و ما داریم به سمت فرکانس عشق می رویم. به خاطر همین ممکن است حتی این کوه دماوند فعال بشود و ذوب کند، کل تهران و دماوند رو ذوب کند تا کرج، تا مرشهر رو ذوب کنه،
گوهردش هم ذوب میکنه، باد هم ذوب میکنه، از این ور پیشروی خواهد کرد و خیلی بسیار گسترده خواهد بود این ذوب کردن و آنهایی که خواب هستن و نمیخواهند بیدار شوند را در خودش خواهد بلعید و قیمت ها بسیار ارزان، زمین ها و خانه ها ارزان خواهد شد، شاید هم نشود. بستگی به مادر زمین دارد که میخواهد این کار را بکند آیا نکند، آیا بیاید آیا نیاید. کامنت ها لاک شده، متوجه نیستم چی دارید میگویید و خودم هم نمیدونم چی دارم میگویم. همه چیز اوست. عشق منید، در نور و عشق باشید و به سمت بالا حرکت کنید. ما ز بالاییم و بالا می روید. عشق دوریست.